رسول مبارک صلی الله علیه و صحبه و سلم با اونا الله متعال دستور میده که ای پیامبر بگو برای مردمای معتنید و مردمایی که سخن حق شما را قبول نداره برای اونا بگین شما با نفساتان با اولادهاتان با زن و بچه‌تان براین، ما هم با زن و اولاد و فرزند و نفس خویش میبراییم. با الله دعا میکنیم هر آن کس که ناحق است خداوند او را تباه و برباد بسازه و هر آن کس که در مسیر حق قرار داره و از حق دفاع کرده و به خاطر حق جان فشانی میکنه خداوند او را چی بکنه؟ پیروز و کامیاب بگردانه. پس در اینجا در این آیه مبارکه پروردگار که به رسول مبارک صلی الله علیه و سلم نازل کرده کلمه ابنا آمده. سرور کائنات هدف داشتن که با بچه های خودشان که در جمله حضرت امام حسین هم شامل بود برایان دست به دعا شود. در قرآن مبارک با آیه ثابت است، آیه 33 سوره مبارکه احزاب است و اون هم قضیه تطهیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجز اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. انما جز از این نیست، یرید الله اراده دارد پروردگار ما و شما لیذهب تا اینکه ببرد عنکم از شما الرجس ناشایستگی ها را، اهل البیت ای اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم، و یطهرکم تطهیرا شما را پاک بگرداند به یک پاک گردانیدنی. پس در این آیه مبارکه هم حضرت سیدنا حضرت حسین رضی الله تعالی عنه در جمله و در کلمه و در واژه البیت داخل هستند. اونا از اهل بیت رسول مبارک صلی الله علیه و سلم بود. در قضیه مودت هم مودت به معنای عشق و علاقه و نزدیکی به خدای متعال بودن را معنا میدهد. یعنی در قضیه مودت هم در اینجا حضرت سیدنا حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه در اینجا شامل این آیه مبارک است. اگرچه این نمونه‌واری از قرآن برای شما یعنی ما با خوانش گرفتیم و از قبل آیه هایی که بر تأیید حقانیت حضرت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه وافر است در قرآن مبارک. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و صحبه و سلم چنین میفرمایند: حسین منی و انا من حسین. حسین از من است و من از حسین هستم. احب الله من احب حسینا. دوست می‌دارد الله متعال کسی را که او دوست داشته باشد حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه را. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. حسن و حسین این دوتا مبارک جگرگوشه مبارک رسول مبارک صلی الله علیه و سلم اینا سیدا شباب اهل الجنه، اینا کلان بزرگ رئیس امیری جوانای اهل جنت هستند. گفتند اللهم انی احبهما فاحبهما. پروردگارا دعا میکنم به پروردگار به این حدیث مبارک، یا پروردگار من پیامبر هر دوی اینا را که یعنی حضرت امام حسین و امام حسن باشه هر دوی اینا را من دوست دارم و شما هم اینا را دوست بدارید که هما ریحانتای من الدنیا. امی دوتا یعنی حضرت امام حسن و الحسین هر دوی اینا دوتا گل خوشبوی من هستند در دنیا. در مسیر حق انسان باید راست با استقامت با دوام با تدبیر باشه، استقامت پیشه خود بکنه ولو که به هر قیمتی که تمام میشه. مثل که حضرت امام حسین ثابت ساخت با من شما در مسیر حق راه استقامت گزید، حتی
به نابودی جان و به شهادت جان مبارک تمام شد. لیکن یک لحظه یک قدم هم اونا عقب نشینی از راه حق نکردن. حضرت امام حسین به من و شما یک الگوست برادران عزیزان. ما و شما بعد حضرت امام حسین به خود الگو بگیریم، الگو قرار بدیم اونا را که واقعیت اونا در راه حق استقامت کردن. استقامت او سرانجام به این شد که اونا به شهادت رسیدن. خوشا به حالشان. ما و شما کلی از دنیا میریم، ولی خوشا به حال آن کسی که در این دنیا آمد، زندگی خوب کرد سرفرازانه و از این دنیا باز سرفرازانه رخصت شد. خوشا به حال او کس.